دوستان خوش آمدید به کانال پخت و پس‌های خانگی. ما امروز همراه یک نمود برساق با تворог تیار میکنیم مانند زندالو. عجایبات با لذت است. محصولات لازمه برای ما 200 گرم تворог، یک دانه تخم، 5-6 قاشق شکر و 10-12 قاشق آرد لازم است. برای روش باشد معنی کروپا یعنی معنی کاشه لازم است. این محصولات ها برای تیار کردن برساقچی ما لازم است. ما در اول تворог میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کاری ما به فیض و برکت و آورده. اکنون شکر همراه کرده رو آمیخته میکنیم. من یک دانه تخم مرغ همراه میکنیم. بار دیگر آمیخته میکنیم. من کمتر نوگی قاشقچه به ساده همراه میکنیم. بالا اردامو به نه ارداموی کم کم همراه میکنیم. خمیر تیار میکنیم. من باید خمیری ما میتر تیار شود. سخته کرد من تворogاش ما اینو کلوله میکنیم اکو. من همینطور کلوله چه میکنیم مثل قرود. ما اینا معنی کاشه با میغیلانیم. هر یکشه بعد روغن به میپزیم. من همین گونه کلوله چی کرگی هموی ما کاشه با میغیلانیم. معنی کاشه با غیلانده همجوشه کاشه کرده علابی پست بر روغن به ما پخته میگیریم. هر یکشه علابنده خشرو پخته میگیریم. من خشرو همشه معنی کاشه کریم. من تماما علابی بلند بنپزیم. روغنامو میم سخت گرم نباشد. من یک دانه می اندازیم. سرخ میکنیم که درونش به آردشه خشرو پزد. خشرو سرخ میشه. من همینطور علابی پسته سرخ میشه. من چگونه میبینید برساقچه ما هم تیار شد. من نموده چخیل آمد. سرخی خشروه خیلی شهر اسفرابه برای فرزندا دندان برآوردنش ما میخوای برساقچه تیار میکنیم. راستی گپ دیگه شهر و ناحیه های نمیدانم. من برای چاچوقی فرزند همین خیلی تیار میکنیم. من نگاه کنید درونش چخیل آمد. خمیراش خشروه پختگی. با تворог چخیل عجایبات آمدگی. شما هم حتما برای فرزندان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتsia کنید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشد. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.